فرقت یک سال است که به همین سرتراشخانه می آید. او می گوید این کاشانه حسن را به خاطر تازه و آزاده بودنش انتخاب کرد. همین هم سرتراشخانه باید تازه باشه. یگان کسلی نگذرده، یگان آدم به آدم. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان نزدیکی 250 نقطه های دندان پزشکی، بیش از 800 سرتراشخانه و 377 کاشانه حسن فعالیت می کند. تا به حال یگان حالتی که محض سرتراشی ها و دندان پزشکی ها مشتریان را به بیماری های سیرایتی گرفتار کرده باشد رسما ثابت نشد. یگان شکایت نیست. همه وقت برای کار کردن ما پیش از همه بی‌ضرر گرداندن اسباب ها رعایت میکنیم که تا که یگان زیان و ضرر به میزبان ما از طرف ما رسانیده نشود. هرچند بعضی ساکنان ادعا میکنند که در همین نقطه ها بیمار شدند. از اول سال روان 3 نفر به وزارت بهداشتی درباره گرفتار شدنشان به بیماری هپاتیت مراجعت کردند، اما تفتیش سیرایت‌یابی را اثبات نکرد. در کشور کلینیک‌های طبابتی، دندان و همین گونه نقطه‌های علاهیده عمل می‌کنند. رقابت و انتخاب در این سمت زیاد است. از این خاطر همه آنها کوشش می‌کنند که به طلبات بهداشتی جوابگو باشند. معمولاً پزشکان اسباب‌های یک دفعه‌ای را استفاده می‌برند، اما در منطقه‌های دوردست دندان پزشک‌ها خیلی کم دستپوش دارند و از بیماران معلومات نامه سلامتی را نمی‌پرسند. اما مسئولین کلینیک‌های کلان میگویند آنها چنین مشکلات ندارند. برای طبابت به نزد آنها از کشورهای همسایه و حتی اروپا میآیند، چون که خدمات در سطح بلند است و اما نرخ‌ها پست است. کلینیکا اسباب‌های یک دفعه‌ای را استفاده می‌کند که این خیلی مهم است. دوم اینکه باید به طرز پاککاری شدن اسباب‌ها اهمیت جدی داد و باید به شرایط کاری و تجهیزات کلینیکی توجه نمود. در پی سنجش‌های مقامات بهداشتی که بعد انتقاد پرزیدنت تاجیکستان در اول ماه سپتامبر صورت گرفت، 9 کاشانه حسن و 4 نقطه دندان پزشکی بسته شدند. سرچشمه خطر در کاشانه‌های حسن این پیش از همه اسباب تجهیزات‌هایی که برای مانیکور و پدیکور استفاده برده می‌شود، یعنی که سوزن‌هایی که برای سوزن‌زنی به قاش، سوزن‌زنی به لب، یعنی که گذراندن داروری‌ها استفاده می‌شود. علاقه در حجره‌های استوماتولوژی و معیارهای مقرر کرده اید به خطری رعایت کرده شده از اسباب تجهیزات یک کارته استفاده برده می شود. در تاجیکستان موردهایی که پرزیدنت به این یا آن کمبودی در بخش‌های مختلف اشاره می کند معمولی شده است. عادتاً بعد این انتقادها سنجش شروع می شود. خیلی کم اتفاق می افتد که خود مقامداران تشبث را به دست بگیرند.